2 سال طول کشید تا دوباره او را ببینم. وقتی بعد از 2 سال برگشت، چروک‌های صورتش عمیق‌تر و بیشتر شده بود و افتادگی پلک‌هایش بیشتر شده بود. از من پرسید: آرکاد، آیا به آن ثروتی که آرزویش را داشتی رسیدی؟ و من جواب دادم: همه آنچه را که لیاقت دارم نه، ولی آنچه پسنداز کردم در حال سودآوری است و سود آن نیز در جای دیگری سودآور است. آیا هنوز هم از خشتمال مشاوره میگیری؟ با خنده جواب دادم: بله، البته، چون او در مورد خشت و آجر نظرات بسیار جالب و سودآوری دارد. ادامه داد: آرکاد، تو درست را خوب یاد گرفتی. اول یاد گرفتی بتوانی با کمتر از درآمد خود زندگی کنی. دوم یاد گرفتی از کسانی مشاوره بگیری که شایستگی دارند و متخصص آن رشته هستند. و در پایان یاد گرفتی کاری کنی که طلا برای تو کار کند. تو به خودت یاد داده‌ای که چگونه پول به دست بیاوری و چگونه آن را نگه داری و چگونه از آن استفاده کنی. و بنابراین شایستگی مقام و منصب و مسئولیت را داری. من دیگر پیر شدم و پسران من فقط پول خرج کردن را بلدند و اصلاً به فکر درآمد نیستند. دارایی‌های من بسیار زیاد است و ترس آن را دارم که نتوانم به تنهایی از آن مراقبت کنم. اگر به شهر نیپور بیایی و از دارایی‌های من مراقبت کنی، من حاضرم تو را شریک خود کنم و به تو سهم دهم. بنابراین به شهر نیپور رفتم و مسئولیت دارایی‌های او را بر عهده گرفتم که البته بسیار زیاد بود. در اون موقع من هنوز پر انرژی، جوان و جویای نام بودم و از طرفی 3 قانون اصلی جمع‌آوری ثروت را به خوبی یاد گرفته بودم. توانستم ارزش دارایی‌های او را تا حد زیادی افزایش دهم و به طبع سود زیادی عاید خود من هم شد. روزی که آلگامیش دنیا را ودا گفت، همانطور که در وصیت‌نامه‌اش قید کرده بود، سهمی از ارث او به من رسید. آرکاد سخن را تا به اینجا رسانید و هنگامی که صحبتش تمام شد، یکی از دوستانش گفت: تو خیلی خوش شانس بودی که به آلگامیش برخورد کردی و او تو را راهنمایی کرد. آری، من خوش شانس بودم. اما شانس من این بود که تصمیم گرفتم به آنچه لیاقت دارم برسم، که البته مدت‌ها قبل از دیدار من با آلگامیش بود. 4 سال با پسنداز 1/10 از درآمدم اعتقاد و عزم خود به این هدف را اثبات کردم. فکر می‌کنید یک ماهیگیری که سالهای سال را صرف مطالعه رفتار ماهی‌ها می‌کند و تجربه می‌اندوزد، آنقدر که با هر تغییر جریان موجی دقیقاً می‌داند ماهی‌ها کجا هستند و چه موقع باید تورش را پهن کند، فقط خوش شانس است؟ شانس فرشته بسیار زیبایی است که هرگز وقت خود را برای کسانی که آمادگی ندارند تلف نمی‌کند. یکی دیگر از دوستانش گفت: تو اولین بار کل پسنداز خود را از دست دادی، اما مایوس نشدی و دوباره سعی و تلاش کردی و از نو شروع کردی. پس تو یک انسان غیر معمولی بوده ای، چرا که قدرت اراده بی‌نظیری داری. آرکاد گفت: قدرت اراده؟ تو فکر کردی قدرت اراده به انسان قدرت بدنی میدهد که مثلا بتواند وزنه‌ای را که یک شتر هم نمیتواند بلند کند جابجا کند، یا گاوآهنی را بکشد که یک گاو نر از کشیدن آن عاجز مانده است؟ به هیچ وجه. قدرت اراده یعنی داشتن یک هدف مشخص و ارزشمند و پیگیری و به سرانجام رساندن آن هدف. وقتی من برای خودم هدف و وظیفه‌ای را مشخص کنم، حتی اگر چندین بار هم شکست بخورم، باید آن را انجام دهم. در غیر این صورت هرگز نمیتوانستم به خودم در انجام کارهای مهم اعتماد داشته باشم. مثلا اگر به خودم قول بدهم که برای 100 روز هر بار که از پل ورودی شهر عبور میکنم 1 سنگ به رودخانه پرت کنم، این کار را خواهم کرد. و اگر مثلا روز 7 از پل عبور کنم و سنگ را فراموش کردم، هرگز نمیگویم که خب فردا 2 سنگ میاندازم تا جبران امروز شود. خیر، بلکه از هر جا که یادم آمد مسیر را برمیگردم و سنگ همان روز را همان روز پرتاب میکنم. و مطمئن باشید که بعد از 20 روز یا 30 روز خسته نخواهم شد که به خودم بگویم: آرکاد، این چه کار بیهوده است که میکنی؟ فایده این که هر روز 1 سنگریزه پرت کنی چیست؟ همه 100 عدد سنگریزه را در مشت بگیر و یک جا به رودخانه بنداز تا تمام شود. نه،
نه چنین فکری را میکنم، نه چنین حرفی میزنم و نه چنین کاری میکنم. وقتی من برای خودم وظیفه‌ای را مشخص کردم باید تکمیلش کنم. از طرفی به همین دلیل خواستم که هیچ وقت کارهای دشوار و نشدنی را شروع نکنم، چون همیشه عاشق تفریح و لذت بردن از کارم هستم. حرف که به اینجا رسید یکی دیگر از دوستانش گفت اگر همه حرفایی که میزنی درست باشد و روشی که تو برای پولدار شدن معرفی کردی منطقی و قابل قبول باشد، به این معناست که باید باور کنیم راه ثروتمند شدن به همین سادگی است و در این صورت همه میتوانند به راحتی صاحب مال و ثروت فراوان شوند و این یعنی دیگر ثروتی در دنیا باقی نخواهد ماند. مگر میشود همه مردم پولدار باشند؟ آرکاد جواب داد هر جایی که انسان انرژی اعمال کند ثروت نیز در آنجا رشد میکند. برای مثال به نظر شما اگر یک سرمایه‌دار قصر جدیدی برای خود بسازد، آیا طلاهایی که پرداخت کرده است نابود میشوند؟ نه، به هیچ وجه، چون مقداری از آن به خشتمال و آجر فروش میرسد. کارگران سهمی میبرند و معمار و گچکار و بقیه هم سهم خود از طلاهای هزینه شده را میبرند. علاوه بر اینها وقتی که قصر تکمیل شود، آیا ارزش آن به اندازه طلاهایی که بابت ساخت آن صرف شده نیست؟ آیا زمینی که قصر در آن ساخته شده به خاطر وجود این قصر ارزشمندتر نمی شود؟ آیا زمینهای اطراف آن به خاطر وجود این قصر گرانتر نمی شود؟ اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که ثروت به طور معجزه‌آسایی رشد می کند. هیچ کس نمی تواند آن را محدود کند. همانطور که فینیقی ها توانستند با ثروتی که از کشتی هایشان به دست می آورند در سواحل خشک و بی آب خود شهرهای بزرگ بنا کنند. یکی دیگر از دوستان از او پرسید حال تو برای ما که دوران جوانی را به بطالت سپری کرده ایم چه پیشنهادی داری؟ سالها گذشته است و جوانی ما تقریبا سپری شده و هنوز هیچ مال و اندوخته‌ای نداریم. آرکاد جواب داد تجربه آلگامیش را درک کنید و از همین الان خود را موظف کنید که سهمی از درآمد ماهانه‌تان را به خودتان اختصاص دهید و آن را برای خودتان نگه دارید. هر روز صبح که چشم باز می‌کنید به خود بگویید سهمی از درآمدم متعلق به خودم است و حق دارم آن را برای خودم نگه دارم. هر شب قبل از خواب آن را تکرار کنید. هر ساعت از روز و هر لحظه آنقدر آن را تکرار کنید که ملکه ذهنتان شود. خود را مجذوب این ایده کنید. خود را در این تفکر غرق کنید. درصدی از درآمد که به نظرتان عاقلانه است را کنار بگذارید. البته کمتر از 10% نباشد. زندگی خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که با باقی مانده درآمد مخارج زندگی را تأمین کنید. اما اول سهم خود یا همان 10% را کنار بگذارید. خیلی زود متوجه خواهید شد که این کار چقدر احساس ثروتمند بودن به شما می‌دهد. اینکه پس‌اندازی داشته باشید که بتوانید به آن تکیه کنید، دلگرمی و اعتماد به نفس عجیبی به شما می‌دهد. هرچه این پس‌انداز بیشتر رشد کند، بیشتر هیجان و اشتیاق شما را تحریک می‌کند و لذت جدیدی از زندگی در درون شما متولد خواهد شد. روحیه تلاش در شما تقویت می‌شود و انگیزه قوی برای کار بیشتر و درآمد بیشتر خواهید داشت. و این یعنی افزایش مقدار پس‌انداز ماهیانه یا همان سهمی که از درآمد برای خود برمی‌دارید. مرحله بعدی این است که یاد بگیرید که این پس‌انداز را وادار کنید برای شما کار کند. آن را برده خود کنید. کاری کنید که بچه‌های آن و بچه‌های آن برای شما کار کنند. تا جایی که درآمدی مطمئن و پایدار در آینده برای شما برمقام بیاورند. به سالمندان نگاه کنید و هرگز فراموش نکنید که روزی شما هم در بین آنها خواهید بود. بنابراین پس‌انداز خود را در نهایت دقت و وسواس سرمایه گذاری کنید تا از دست نرود. نرخ‌های غیر واقعی و نجومی برای سود طبل‌های توخالی هستند که اگر دچار وسوسه آن شوید همه سرمایه گرانبهای خود را از دست خواهید داد. این آمادگی را داشته باشید
که هر لحظه ممکن است خداوند شما را به جهان آخرت فرا بخواند و بدانید که بعد از شما کسی به همسر شما، فرزندانتان و خانواده شما حقوقی پرداخت نخواهد کرد. برای چنین حقیقتی آمادگی داشته باشید و برنامه‌ریزی کنید که کسانی که دوستشان دارید بتوانند درآمدی منظم و دائمی از سرمایه‌های شما داشته باشند. یک انسان آینده نگر هرگز برای سرمایه‌گذاری برای چنین هدف عاقلانه‌ای درنگ نمی‌کند. پس از همین الان شروع کنید. با افراد با تجربه و دانا مشورت کنید. از افرادی مشورت بگیرید که کار هر روزشان کار کردن با سرمایه و پول است. مواظب باشید اشتباهی که من در زندگی مالی مرتکب شدم و با اعتماد به ازمیر خشتمال برای خرید جواهرات سرمایه‌ام را نابود کردم را تکرار نکنید. جایی که برگشت پول کم ولی مطمئن باشد بسیار عاقلانه‌تر و بهتر از جایی است که با ریسک همراه باشد. از طرفی دیگر همیشه در حال زندگی کنید و از زندگی خود لذت ببرید. با همان 90% باقی مانده خوش باشید. خود را محدود و محصور نکنید. سعی نکنید بیش از حد پس‌انداز کنید و هرگز خساست به خرج ندهید. اگر 1/10 از درآمد شما آنقدر باشد که بتوانید به راحتی آن را پس‌انداز کنید، همین مقدار را برای خود در نظر بگیرید و بقیه را راحت خرج کنید و اجازه ندهید که از خرج کردن منطقی و عاقلانه ترس داشته باشید. زندگی زیباست و پر است از چیزهایی که میتواند باعث مسرت و لذت و شادی ما شود. دوستان او تشکر کردند و رفتند. برخی در سکوت بودند چون هیچ تصوری از این سخنان نداشتند و آن را درک نکرده بودند. برخی طعنه می‌زدند و مسخره می‌کردند چون فکر می‌کردند کسی که این همه ثروت دارد هرگز راز خود را به این راحتی در اختیار دیگران، حتی دوستان خود قرار نمی‌دهد. اما در چشم برخی از دوستان نور و امیدی درخشید. آنها فهمیده بودند که آلگامیش هر سال بی‌دلیل به مرکز اسناد شهر مراجعه نمی‌کرده است. او در واقع ثمره سخنان خود، یعنی مردی را که در حال خارج کردن زندگی از تاریکی به روشنایی بوده است، تحت نظر داشته است. او در حال تربیت کردن مردی برای جانشینی خود بوده است. کسی که آنقدر به درک و فهم لازم رسیده باشد که بتواند کنترل اموال آلگامیش را بر عهده بگیرد. و تا زمانی که کسی خودش با کار و تلاش به چنین درکی نرسیده باشد، هیچ کس نمیتواند با حرف او را متوجه کند. و در نتیجه بدون تجربه عملی هرگز نمیتوانست شایسته پذیرش آن فرصت نهایی باشد. چنین سوالاتی همیشه توسط دوستان و اطرافیان برای آرکاد مطرح میشد و او با آغوش باز آنها را میپذیرفت و به آنها پاسخ میداد. او همه این تجربه ها را رایگان در اختیار دیگران قرار میداد. یعنی همان کاری که مردان بزرگ در طول تاریخ انجام دادند و به آنها کمک میکرد تا بتوانند سرمایه های خود را در زمینه های مطمئن با سود معقول و در عین حال ایمن به جریان بیاندازند و آن را از دست ندهند. و نقطه عطف زندگی کسانی که از آرکاد راهنمایی میخواستند همان روزی بود که حقیقت سخنان وی را درک میکردند. همان حقیقتی که از آلگامیش به آرکاد و از آرکاد به آنها رسیده بود. قسمتی از کل درآمد تو سهم خود توست. radiomosbat.com